آیا منیزیم با کیفیت خواب ارتباط داره؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه و کاربردی توضیح بدیم، منیزیم روی خواب تاثیر داره، اما فرمای مختلفش یکسان نیست. بین فرم اکساید و بیسگلایسینات تاثیر بیشتری روی خواب داره، چون روی سیستم عصبی اثر آروم کننده داره و همچنین باعث خواب عمیق میشه و جذبش هم خیلی بیشتر از اکسایده. اکساید روی دستگاه گوارش تاثیر میذاره و معمولا برای یبوست استفاده میشه. دوز معمولش 200 تا 400 میلی گرم 1 یا 2 ساعت قبل خوابه، با داروهای مثل لووتیروکسین و یه سری از آنتی بیوتیک ها و مکمل آهن تداخل جذب داره و بهتره که با 4 ساعت فاصله زمانی استفاده بشه. در یه سری از اشخاص حتما باید با تجویز پزشک استفاده بشه، مانند کسایی که نارسایی کلیه دارن، فشار خون و ضربان قلب پایینی دارن، بعضی از بیماری‌های خاص روده رو دارن و یا اینکه داروهای خاص قلبی رو استفاده میکنن. برند مناسبی که با ملح بیسگلایسینات میتونید از داروژی تهیه کنید برند یوروویتاله.